جنگ در اوکراین دسترسی کشورهای جهان را به گندم مشکل کرده است. این وضع می تواند قحطی و بحران غذا را به میان آورد و نرخ در بازارهای جهان را شدیداً بالا برد. مقامات وضع را نگران کننده می دانند. اوکراین پنجمین کشور صادرکننده گندم در جهان است و به سگانه کشورهای بزرگ صادرکننده جوار مکه، جو و تخم آفتابپرست شامل شده است. سال 2023 قریب 40 میلیون تن غله و 50 میلیون تن پسته آفتابپرست و جوار مکه استحصال کرده است. این کشور تا آغاز جنگ جهان را با مواد غذایی تامین می‌کرد. حالا خود به کمک نیاز دارد. اوکراین و برخی از منابع غربی روسیه را به دزدی گندم اوکراین و انتقال آن به قلمرو کشور خود گناهکار می‌دانند. ترکیه همسایه با نفوذ روسیه در جنوب بحر سیاه برای حل این مسئله نقش میانرو را به عهده گرفته است. کارشناسان دیدار و ملاقات رهبران روسیه و ترکیه را در ایران یک امکانیت نو برای دریافت راه حل می‌دانند. یگانه موضوعی که به فکر من آنها به موافقه می رسند این مسئله صادرات غله است. این یک مسئله خصوصی است و من فکر می کنم که به این یا آن شکل، البته نه به آسانی، حل می شود، چون هم ترکیه و هم روسیه به این منفعت دارند. این نخستین ملاقات پوتین با پرزیدنت ترکیه بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین است. این ملاقات در حال صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین بارها تاکید کرده است در پیش آمدن بحران غذایی و عملیات جنگی اوکراین عیبدار نیست. با گفته پرزیدنت روسیه این اتهام نتیجه آن چیزی است که او آن را روسافوبیای غربی مینامد. بار دیگر تاکید میکنم این مشکل امروز و حتی 3-4 ماه اخیر نیست و عمیق است که این مشکل با عیب روسیه به میان نآمده است. طور حالا برخی از هرزگوها اظهار می‌دارند و کوشش میکنند در هر مشکل پیش آمده در اقتصاد جهان کشور ما را عیبدار کنند. کمچین و گران شدن نرخ محصولات نیازی اول را الکی نه تنها در کشورهای غرب بلکه در روسیه نیز احساس می‌کنند. این هم یکی از عامل‌هایی است که پرزیدنت روسیه را وادار کرد تا سر میز گفت و شنید نشیند و برای از سرگیری گردش غله اوکراین راه حل بجوید.